قبلا توی یه ویدیو بهتون گفته بودم چطوری ویتوره رو روی ویندوزتون تانل کنید. داخل این ویدیو میخوام یه برنامه بهتون معرفی کنم که باهاش میتونید هم SSH هم ویتوره رو روی ویندوز تانل کنید. برای شروع باید داخل گوگل نتمود رو سرچ کنید و برید داخل اولین لینک SourceForge هست و بیاید پایینتر توی این قسمت و نسبت به سیستم عاملتون که 32 بیت یا 64 بیته یکی از این لینک ها رو دانلود کنید. بریم برای استفاده. نتمود رو که باز کنید با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشید که به صورت پیش‌فرض این قسمت برای ویتوره. من اول بهتون میگم ویتوره رو چجوری میتونید کانفیگش رو داخل نتمود اضافه کنید، بعد میریم سراغ SSH. برای ویتوره اگه کانفیگتون به صورت لینک هست کافیه توی همین قسمت هوم که هستید روی این 3 نقطه بزنید، بعد import from clipboard رو بزنید تا اون کانفیگی که دارید از کلیپبوردتون وارد برنامه بشه. یا اگه نه اطلاعاتشو دارید میتونید به صورت دستی از این طریق سرورتون رو اضافه کنید که من قبلا توی کلیپبورد کپیش کردم. پس روی این 3 نقطه میزنم روی import from clipboard. خب همینجور که میبینید کانفیگ من به برنامه اضافه شد. بذارید قبل از اینکه استارتش کنم نتورک ادپترم هم براتون بیارم. از بین این ادپترهایی که من دارم اترنت 4 برای نتموده. الان من سرور رو استارتش میکنم. همینجور که میبینید اترنت 4 هم وصل شد. این پایینم که مینویسه VPN استارت شد. حالا بریم ببینیم کار میکنه یا نه. حالا میرم داخل کروم و یوتیوب رو باز میکنم. همینطور که میبینید یوتیوب برای من باز شد. بذارید تنظیمات پروکسی هم نشونتون بدم. همینطور که میبینید هیچ پروکسی هم داخل ویندوز ست نشده و به صورت مستقیم کل ویندوز تانل شده و مرور برای من یوتیوب رو باز کرد. حالا تلگرام هم باز میکنم. همینطور که میبینید تلگرام هم باز شد بدون هیچ مشکلی و کار میکنه. اینم از مینی اپ که باز شد. خب پس این شد ویتوره روی نتمود. حالا اینو استوپش میکنم. بریم سراغ SSH. همینطور که میبینید تلگرام هم از کار افتاد، دیگه یوتیوب هم نباید برام باز بشه. خب بریم سراغ SSH. برای SSH کافی این قسمتی که مثل پازل میمونه رو بزنید روش تا فعال بشه. حالا برنامه رفت روی حالت SSH مود. اینجا باید حتما تیک Use SSH خورده باشه. حالا کافیه برید توی قسمت SSH پروفایل و اینجا پروفایلتون رو اضافه کنید. اگه کانفیگ رو کپی کردید که روی این قسمت میزنید، اگه QR کد با این قسمت اسکنش میکنید، یا نه اگه دیتا و اطلاعات و IP و ایناشو دارید به صورت دستی از این قسمت ادش میکنید که من به صورت دستی ادش میکنم. خب حالا که اطلاعات رو اد کردم روی این دان کافیه بزنم و سرور اضافه شد. الان هم مثل ویتوره لازم نیست هیچ کار خاص دیگه ای بکنید. فقط کافیه روی این پلی بزنید تا SSH هم وصل شه. بذارید ادپتر هم اینجا نشون بدم دوباره. همینطور که میبینید ادپتر 4 هم از کار افتاده. وقتی اینو استارت میکنم ادپتر 4 هم دوباره وصل میشه. خب همینجور که میبینید ادپتر 4 راه افتاد و برنامه هم وصل شد. بریم ببینیم یوتیوب باز میشه. این هم از تلگراممون هم دوباره راه افتاد. مینی اپمون هم بزنیم باز شه. مینی اپمون هم باز شد. این هم از یوتیوب. پس اینجوری شما میتونید خیلی راحت فقط با یه برنامه، اونم نتمود، هم SSH هم ویتوره تون رو روی ویندوز تانل کنید که تمام برنامه ها از این به بعد از این تانلی که ساخته شده استفاده کنن و دیگه مشکلات پروکسی بودن ویتوره و SSH رو نداشته باشید. راستی اینم بهتون نشون بدم که توی حالت SSH هم پروکسی ست نشده داخل ویندوز. همینطور که می‌بینید هیچ پروکسی ست نشده و توی حالت SSH هم به صورت مستقیم برنامه داره کار میکنه.
فقط یه موردی رو باید در مورد نت مود بهتون بگم. بعضی موقع به ندرت ممکنه اتفاق بیفته که وقتی شما روی استارت میزنید تایمر میفته، میگه وی پی انتون وصل شده ولی کار نمیکنه. که چند تا روش بهتون میگم که یکیشون شاید بتونه مشکلتون رو حل کنه. یکی این که نت مود رو ببندید کامل، بیاید ادپترش رو روش راست کلیک کنید، دیزیبل کنید، دوباره انیبلش کنید و مجدد نت مود رو باز کنید و بزنید به سرور وصل بشه. مورد بعدی اینه که یه بار ویندوزتون رو ریست کنید و مورد سوم اینه که این قسمت باید با اسکرول ماوستون اسکرول کنید و بیایید پایین و وارد ستینگ نت مود بشید و بیایید پایین تا این قسمت تپ نتورک و روش بزنید. اینجا روی آنینستال بزنید تا این ادپتر پاک بشه روی ویندوزتون و مجدد روی اینستال بزنید تا دوباره براتون یه ادپتر بسازه. یکی این سه تا روش 100% مشکلتون رو حل میکنه. البته اگه مشکلتون از نت مود باشه نه از کانفیگتون. یه مورد بانس دیگه هم بهتون بگم، نت مود براتون ادپتر میسازه که این یعنی چی؟ یعنی شما میتونید اون ادپتر رو با پورت لن دیگه مادربردتون یا هات اسپاتتون میتونید اینترنت بدون فیلترش رو به اشتراک بذارید. چطوری؟ الان من نت مودم رو کانکت کردم و ادپترش فعال شده. حالا میرم هات اسپاتم رو روشن میکنم. همینجور که میبینید این ادپتر هات اسپاتمه. حالا روی ادپتر نت مود راست کلیک میکنم، وارد پراپرتیزش میشم. میرم توی تب شیرینگ، allow other network رو تیک میزنم و میام پایین تر میگم که با کدوم یک از ادپترام میخوام شیر بشه این ادپتر، که میشه این ادپتر که ادپتر هات اسپاتمه و اوکیش میکنم. الان تا مادامی که نت مود کانکته و این ادپتر هم فعاله، هر کسی به این هات اسپات وصل بشه اینترنتش بدون فیلتر خواهد بود. بذارید روی گوشی هم نشونتون بدم. خب روی گوشی وصل میشم به هات اسپات. خب به همین راحتی وصل شد و حالا اینستاگرام رو باز میکنم. خب میریم توی سرچ. خب همینطور که میبینید اینستاگرام من بدون اینکه هیچ وی پی انی روی گوشیم روشن باشه داره کار میکنه از طریق ادپتری که نت مود ساخته. یعنی کامپیوتر من شده واسط. اینجوری خیلی راحت میتونید روی وای فای اینترنت بدون فیلتر داخل خونه یا محل کار داشته باشید. حتی لازم نیستش که حتما کامپیوتر داشته باشید، با یه دونه لپتاپ هم میتونید این کار رو انجام بدید. خب اینم از این. لایک و فالو و سابسکرایب کانالمو فراموش نکنید. ویدیوام هم حتما برای دوستاتون بفرستید. اگه سوالی هم داشتید حتما توی بخش کامنت ها ازم بپرسید. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا.